سلام به همگی. آقا این همه ما گفتیم انتخابات تو این رژیم زوار در رفته ولایت یه نمایش و بازی بیشتر نیست. حالا ببینید کار به کجا رسیده که خود آخونده هم همینو میگن، خودشونم از بازی انتخابات حرف میزنن. وقتی یک جریان سیاسی به انتخابات به مثابه بازی مرگ و زندگی نگاه کرده، نخستین چیزی که باید توقع آن را داشت این است که هم در مبارزه انتخاباتی و هم در گفتمانسازی اجتماعی تا بیشترین مقدار ممکن رادیکال عمل کند. چنین جریانی آماده خواهد بود که بازی انتخابات را از تعادل خارج کرده و فضای کشور را بی‌ثبات کند. طرف حساب این ورق پاره های باند خامنه کسی نیست جز اکبر کوسه. حرف این جماعت به کوسه اینه که اینقدر با احساسات ولی فقیه بازی نکن، بازی کردن همانا و دراز شدن جمعی ما همان. حالا حرف اکبر کوسه چیه؟ بفرمایید از زبون خودش بشنوید. رفسنجانی: همه کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود. شیخ اکبر میگه انتخابات بازیه، هیچ بحثی هم تو بازی بودنش نیست. بحث اینه که باید قواعد بازی رو رعایت کرد. حالا قواعد بازی چیه؟ همین که گفت، میگه بابا این خامنه خیلی تک‌خور شده، لااقل نهادهای زیر دستشو بده ما. حالا جواب خامنه رو از زبون رأس سوم لاریجانیا بشنوید. گاهی دیده میشه که یه سخنهای بی‌پایه‌ای گفته میشه نسبت به نظارت بر رهبری و اخیراً من دیدم که بحث نظارت بر نهادهای زیر مجموعه رهبری و منصوبین رهبری او را اضافه کردن. واقعیت این است که اینها یک آرزوهایی است که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره. اینها یه توقعات خودشون دارن، میخوان توسعه بدن یه اختیاراتی رو و این نحو فضاسازی های نادرست و غیر منطقی واقعا توجیه نداره. در قانون اساسی ما نداریم نظارت بر رهبری. قانون اساسی چیه بابا؟